پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که در بین امتی من 70,000 شخصیت های هستند که به حساب و به کتاب به جنت می‌دراید. به حساب و کتاب این است که راست جنت می‌دراید. الله تعالی به نمی استوند، نمی پرسد که اقلا چیکار کردی، برای چی فلان گناه را کردی، نمیگوید. مثلا بعضی انسان ها را الله تعالی میپرسد، میگوید که در دنیا فلان گناه را کردی، من اون گناه را از مردم پنهان کردم، برای چی کردی مثلا؟ بعد الله تعالی میگوید که من در دنیا پنهان کردم، امروز هم پنهان میکنم، میگوید بخشیدم، میگوید لیکن این علاقه حساب کتاب شد. این اگر بعد حساب و کتاب الله تعالی گوید که فلان قدر گناه ها را کردی لیکن من در دنیا از مردم پنهان کردم، امروز هم پنهان میکنم، رو جنت درو، گوید این علاقه حساب و کتاب شدین. این از جمله 70,000 نفر نه، 70,000 نفر به حساب و به کتاب به جنت میداره، راست. و این 70,000 کم است به نهایت. یک شهری کنی بودم ما 170,000 200,000 اهالی دارد و عمومی مسلمان ها حاضر آنهایی که دعوای اسلام میکنن 2 میلیارد هستند. او از صحابه ها خودشان 100 بعضی راوی ها میگه 114,000 صحابه بود. میگه 70,000 این کم است. ولی روایتی دیگر آمده است که گویا همراهی این 70,000 با 70,000 دیگر است، یعنی هر یک 70,000 همراهش با 70,000 هست گفتیم. لیکن در حدیث 70,000 آمده است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این سخن گفتن و به خانه شان در آمدن، مردم آید این 70,000 نفر خوض کردند. خوض یعنی هر کس به علم و به علم سخن کرد در این باره. اینا کی باشند؟ شخصیت هایی که باشند که به دنیا آمدن یکی عباره، یعنی که شرک نآورده مسلمان شدند. صحابه ها به 2 گروه تقسیم میشدند. صحابه هایی بودند که اول مشرک بودند، مانند حضرت عمر، دشمن اسلام بودند، سپس در آخر اسلام قبول کردند. بودند شخصیت هایی که از خردسالی صحابه بودند، یعنی که وقتی که به دنیا آمدن یا اینکه وقتی که به بلاغت رسیدن الکی دینی اسلام بود و پدراشون مسلمان که بود، الکی اونها هم مسلمان بودن، شرک نآوردن. همین ها باشند. کی باشند؟ هر کی هر سخن گفت. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم برو آمدن گفتن که هم الذین لا یتطیرون، اونها شخصیت های هستن که تطیر نمیکنن. تطیر اصلش از کلمه طیرون گرفته شده است، پرنده میگرفتن در زمان جاهلیت. مثلا شما سفر کردنی هستید و شبهه دارید می سفر کنم یا نکنم، پرنده میپرونه، میگه که اگر این پرنده طرف راست پرد سفر میکنم، چپ پرد سفر نمیکنم. یعنی اگر چپ پرد همین سفری من سفری بی برکه است، سفری زیان آور است، ممکن در همین سفر سمالیات ترک کرد و وفات کنم. اگر براست پرد سفری خوب است. مثلا گفته پرنده میپروندن و تقدیرشون همین که دید میساختن. این شرک است. این سبب نیست. این سببی نیست که الله اینو سبب کرده باشه که اگر پرنده براست پرد کاری شما اومد میکنید، به چپ پرد اومد نمیکنه. یا مثلا تجارت کردنی هستید، همین تجارت کنم نکنم بانکرات میشده باشم، موفق میشده باشم، میپرونم این پرنده، اگر به طرف راست پرید میکنم به طرف چپ پرید نمیکنم. مثلا این کارا نادرست است. پیشتر بعضی گیاه ها بود 2 طرفش برگ داشت، بچه ها همونو بازی میکردن، موش و گربه میگفتن، میکندن، کدومش باقی مونه تمام. سبحان الله، بعضی استادها ذکر کردن که بعضی طلبه ها در دانشگاه مثلا به یک سوال 2 جواب دادنی هست، ها یا نه، میجه میکنده است. اگر مثلا میجه در اینش کنده شده باشه، در اینش نه، ها گفتم مینویسه. نعوذ بالله، این تطیر است. اینا او این که دیگه مسئله حل نمیشه داخل. تطیر یعنی یا تشاؤم، یعنی من در جاهای ما بعضی آدم‌ها اینو میکردن، اگر میگفتن سحر برآمده رفتین یکم سویتفار اگر سرخ باشد گشتن اومدن، امروز کاری من برار نمیگیرد، حاجتی رفتن به دیگر شهر و به کار ندارد، از میرم یگان کسی میزنم یا یگان به صدمه دوچار میشم یا یگان مشکلی روی میدهد، فتا اومده در خانه شام میشتین. یا پیشتر اگر اپیشت گروبه گذرد کارت ناآمد میکنه یا زنگ گذارد، خیلی گمانای بد. این تطایر یعنی یه نمودی شرک است. این عملا یعنی تشاؤم، گمانی بد کردن از بعضی حادثه ها. یا فلان کرتم پوشیدم، همون روزی که همین کرته پوشیدم کارم آمد نکرد نمیپوشم. همین خیلی چیزا. این چیزا سبب نه که الله تعالی سبب کرده باشد. این شرک است. اونا آدمایی که تشاؤم تطایر نمیکنن. و
لا یسترقون، طلب رقیه نمی کنن. یعنی داملا من خوانده مانید، دعا کنید، من رقیه خوانید نمی گوید، بلکه به الله تعالی توکل میکند. هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون. یکتوون کی نمی کنن. کی یه نمودی طبابت است، با سبب سوزانیدن پوست میشد. آهن در آتش میتصفانند، بعد به همون جای جراحت زیر میکنن، آهنی تصفانه. بله در این نوعی طبابت شفا هست، خیلی که در رقیه هم شفا هست، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن، گفتن که کی نکنید. حضرت عمران بن حسین بیماری بواسیر داشتند، بسیار غم میداد، بسیار درد میکشیدند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که صبر کن. صبر میکرد، یا فرشته فرامده همراهش سلامت میکرد هر روز. یعنی فرشته فرامده زیارت میکرد از حضرت عمران ابن حسین. چند مدت گذشت و میگن صبرم دیگر تمام شد و کی کردم، یعنی همین طبابت استفاده کردم، موقتا درست شدن، فرشته هم دیگه نفرامده سلام علیکم، دیگه نفرامد. بعد چند وقت گذشتن بیماری با خروج کرد. بواسیر میدونیدن، بواسیر بیماری در مخرج است، نسأل الله سلامت و العافیه. خلاصه با گرفتار شدند و در آخر عمرشان دیگر این دفعه طبابت نکردن با کی. بعد با فرشته آمده سلامت میکرد. بعد پیش از وفاتشان به یک نزدیکشون این واقعه را گفتند. یعنی این کرامات اولیا هست. اولیاها کرامات خودشون در بین مردم ما اولیا هستیم، ما را بزرگ شمارید، ما را حرمت کنید نمی گفتن، فقط پیش از وفاتشان گفتن. بعدی وفات یعنی نشر میشد این گپ. یعنی از تطایر من کردن، از کی من کردن، از رقیه طلب کردن. رقیه خواندن اجازت است. میرید یک بیمار رو میبینید، میخوانید سوره فاتحه، فلق، ناس، آیت الکرسی، چی میخوانید اجازت است. لیکن خودش طلب کند دم اجازت است، حرام نیست تو، لیکن از جمله 70,000 نفر نیست. و یه زن گفت که یا رسول الله دعا کنید من شفای یابم، من بیماری صرع دارم، پریپتکه میگن، بیهوش میشد میافتد در بازار ها، در کوچه ها، عورتام کشاده میشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه این شئتی صبرتی ولک الجنه، خواهی صبر کن مکافات جنت است، خواهی دعا میکنم الله شفا میدهد. کدومش؟ گفت که یا رسول الله اصبروا، یا رسول الله صبر میکنم. گفت یعنی به همین بیماری صبر میکنم، یعنی که طلبی رقیه نکردن، طلبی دعا نکردن این مرتبه هست. برای تا اینکه مقصد چی است؟ مقصد شما خار نشوید. داملا من خوانده مونید میگه داملا وقت ندارد، میرید سحر کتی که نمیخواند، شما خار میشید. شریعت میخواهد که شما در پیش بنده ها حاجتمند نشوید. شما این خودتون طبابت کنید، خودتون رقیه خوانید، خودتون قرآن خوانید، خودتون توبه کنید، استغفار بپرسید، دعا کنید، خودتون راهی طبابتش کنید و به یک کس محتاج نشید. اما به طبیب رفتن اجازت است. او به این حدیث نمیداره کسی به نزد طبیب رود هیچ گپی نداره. لیکن رقیه طلب کردن مخصوص آمدگی است که اگر طلب نکنید از جمله 70,000 نفر میشید. و چهارمینش و علی ربهم یتوکلون، اونایی هستن که به پروردگارشون توکل میکنن. این توکل بسیار قله بلند دینداری و ایمان است، قله بلند توحید است. در جلب فایده و دفع ضرر تکیه کردن به الله تعالی بعد گرفتن سبب. بابی توکل وسیع است. 2 جمعه داریم، میتونید گوش اندازید با دقت، درسی وزنین تر است.